پیک مورد علاقم. این که خستگی لزوما فیزیکی نیست. حالا چرا دوستش دارم؟ من کلا همه مواردی که به انرژی ارتباط داشته باشه رو دوست دارم و خب این هم نقطه مقابل نگهداری درست از انرژیه. خب مواردی توی روزمره وجود داره، مثل اینکه من زیاد توی دنیای دیجیتال وقت نگذرونم، همش در حال اسکرول کردن نباشم، به خاطر اینکه کوچیک انرژیمو لیک میکنه. یا مثلا اینکه غذایی که میخورم غذای پروسس شده نباشه، غذای سنگین نباشه، مواد مغذی درست داشته باشه. یه سری حواس جمعی های اینطوری کمک میکنه که تو انرژیت رو نگه داری. اما توی لایه های عمیق تر که میری ممکنه که درگیر مواردی شده باشی که خودت هم ازشون خبر نداری. مثلا اگر ما مدام در حال رول عوض کردن باشیم، از مادر به همسر، از همسر به کارمند، از کارمند به رئیس، از رئیس به کانتنت کریئتور، بیزنس اون، همش در حال رول عوض کردن باشی و خودت رو یک کل نبینی با همه نواقصش، این ممکنه باعث بشه که تو از نظر آیدنتیتی دچار یک معضلی بشی که همش داره انرژیت اونجا میره، چون سوالات بی جواب برات پیش میاره. مورد بعدی این که درگیر ندونستن معنای زندگیت بشی، یعنی معنا رو توی زندگیت گم کنی توی هر قدم، نه لزوما برای 1 سال آینده، برای 6 ماه آینده، توی هر قدم کوچیکی که برمیداری معنای زندگیت رو بدون که بدونی محو کردی و از دست دادی و این هم دوباره باعث میشه که مقدار خیلی زیادی انرژی لیک بشه باز بدون اینکه بدونی. زمانی که واقعیت زندگی خودت رو یا واقعیت حال خودت رو انکار کنی، یعنی خوب نیستی ولی همش میخوای وانمود کنی که خوبی، این هم باز خیلی انرژی از بین میبره، خیلی زیاد، در حالی که تو خوب شدنت از اونجایی شروع میشه که بپذیری الان خوب نیستم و قرار نباشه که وانمود کنی خودت رو به چیزی که واقعا نیستی. مورد بعدی محیط ها، آدم ها و رفت آمدهاییه که تو بیشتر از اون چیزی که قرار انرژی بگیری داری میذاری و همش داره ازت انرژی میره و تبدیل به عادت یا وظیفه شده باشه و خودت حواست نباشه که آقا جان من هر بار که دارم یه رفت آمد کوچیک این شکلی دارم تو این محیط قرار میگیرم دچار خستگی میشم، همش انگار که یه چیزی داره فشارم میده، به جای اینکه مثلا یه حس قدرتمندی بهم بده توی یک محیط قرار گرفتن یا با یک سری از افراد رفت آمد کردن. رصدهای کوچیک اینطوری خیلی میتونه در دراز مدت به نگه داشتن انرژی کمک کنه. هیچ چیزی نیستیم غیر از این انرژی که نیاز داریم بهش برای هر قدم کوچیک و بزرگی که برمی‌داریم. باید خیلی مراقب